پیش از آن که دنیا اصلاً شروع شد. او آنجا بود، با نگاه کسی که انگار پایان دنیا را دیده. او اما از قبل می‌دانست آتش چه می‌کند. من بودم، پدرم و مادرم توی اتاق زندگی می‌کردیم. در ساخت اهرام مصر کمک نکرد، اما منشور مجلس خبرگان را با دستان خودش روی تکه سنگی هک کرد. در حمله اعراب به ایران، سکوت او از خطبه‌هایش سنگین تر بود. انقلاب 57. این پیرمرده از کجا اومده؟ سالخورده است؟ شاید. خسته؟ هرگز. او نه رأی می‌دهد نه رأی می‌گیرد. فقط نشسته، چون به هر حال همه چیز تکرار می‌شود. او فقط منتظر یه تاریخ جدید برای تماشا کردن است. Game over.